میدانید 1000 روز اول زندگی مهمترین دوره از عمر هر فرد برای تکامل مغز، سایر اندام‌ها و حتی سیستم ایمنی اوست؟ 1000 روز اول شامل 270 روز در شکم مادر، 365 روز سال اول زندگی و 365 روز سال دوم زندگی میشه. در دوران بارداری، تغذیه مناسب مادر باردار و برخورداری از روحیه خوب سبب به دنیا آمدن فرزندی سالم خواهد شد. تغذیه با شیر مادر، استفاده از غذاهای سالم و برخورداری از مهر و محبت کافی سبب تقویت بنیه جسمی و روانی فرزندان ما در دوران بزرگسالی خواهد شد. به همین دلیل دانشمندان به این نتیجه رسیدند که برای پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های جسمی، روانی و آسیب‌های اجتماعی مهمترین برهه زمانی 1000 روز اول زندگی است.